همداران عزیز سلام علیکم. 25 یولی سال 2025 می باشد. قرار داریم در زمین‌های دهه نمازگاه جماعت دهات زیده ناحیه ورزوب در نزدیک میدانچه‌ای که برادرمون قیام‌الدین سلام علیکم. خوش آمدید به گروه انگور و باغ. من حقیقی زیده چی اینو میگن از قشلاق دهه نمازگاه قیام‌الدین اینجا کارتوشکا کوریده است. قیام‌الدین جان اینجا کارتوشکاتون کم کو؟ اینجا هسته اونجا هسته. هسته با هست؟ هسته بسیار oldu. بسیار است. اینه کی کوریده این کارتوشکا رو؟ سیومی ایون. سیومی ایون. سیوم. ایول من یک ماه شد و یک ماه و 25 روز شد. این کی تیار میشد؟ این ماه سپتامبر. سپتامبر تیار میشد؟ شما گفتید که در روسیه بودید 5 سال. آمد در روسیه بودم اما سیوم چی اپریل اومده بودم. این همینجا اومدیم اینجا دیخونه رو سر کردیم. دیخونه سر کردید. الهو برکت یا دیخونه با شما. این آب رو شما از با چی آورده گیرید؟ با از چشمه؟ این چشمه گرفتگی آورده. از اونجا چشمه هست؟ این چشمه با شلنگ داریم من اونجا. اینا ویوز شلنگ داریم. شلنگ هو ناش انا ویوش کارتوشکی شما میویم؟ هم شلنگ. انا شلنگ شما بردگی. خواهی کنی آبتیتون رو بینیم. این همین روز آب دادید میام خیلی همشه. همین خیلی آب میبیاید و ها از بالا. 50 میگیره. همین پیشش رو مخم میکنید رفتن میگیرد دوتا. همین روز آب دادید این رو ترس. از ساعت 5 سران تا حاضر آبش داد. از ساعت 5 سر تازه آب دادید. برای کلا قیام‌الدین جورا جان. قیام‌الدین جان کارتوشکا بعد میشه در اینجا. کارتوشکا میشه که خداوند کرد. چیزی تیاهای گفتن میشه که ایخ میگیریم ایخ. زمین رو یگون پرو دورو پرش دیدید اونه. یگون چی ندادیم فقط همه چی ویا. طبیعی. طبیعی. همداران عزیز من این کارتوشکای طبیعی نه پرو دارد حتی پرو هم ندارد دورو هم ندارد من میدونم چون که اینجا پرو دورو آوردن یک امر محال است. فقط این برای خوردن خمونه. برای خوردن خودتون. همه خاطر ما دورو هم نمیتیم یگون چیز نمیتیم. دورو هم نمیتید. یکی میشه خش کرونه. کلون نقض میشه بعد؟ این خیلی میگه. کلون هوزی یگون چی کون پرتفتگی است؟ نه حالی نه پرتفتگی اما ان شاء الله که بار وقت اصولی ها؟ او وایشم کارتوشک شما. کارتوشک ما وایشم. ما این دودار ما این خودم نمی‌بینی دودار. خاین او اویله شما. همداران عزیز من این کارتوشک پروری در زیده ورزوب. انا همداران عزیز انم خیلی در کوهستان مهنت میکنم. همداران عزیز من چه حیران شدم همینجا علافه دراو کردن و همین بوته سبزو دراو نکردن. حاجی قیام‌الدین رو میپرسیم که این چی است؟ قیام‌الدین جوره همین بوته چی است که دراو نکردن؟ غولار میگفتن نامش رو. برای چی دراو نکردن؟ این مال میخره این دوای دادش میکنه. تیر ما مال میخره اینا. اولی بعد سپتامبر تیار میشد. حوزه تلخ. حوزه تلخ سپتامبر بعد مال میخرهش میره. غولار در جایش میخوردن یا دراو نمیکنن. همداران عزیز این رو گوسفند سر میتیان میخره میره نمک میچوسن. این غولار بود است این در سپتامبر بر تلخش میگذشت زو میخوردن مول. خیلی خور است. انا همداران عزیز یک نورچه بود باز از کارتوشکا کوریدن در پناه خدا باشید.